سلام بچه، چطورین آقا؟ خوش اومدید به این ویدیو. آقا من داشتم توی مپ خودم، توی سروایول خودم، هاردکور البته، داشتم برای خودم بازی میکردم، لذت میبردم، فارم میساختم و کلی کاری دیگه داشتم کردم که یه چیزی افتاد به ذهنم. اونم اینه که ما چرا نمیتونیم توی ماینکرافت بشینیم. و بعدش رفتم و یه ماد پیدا کردم برای نشستم و اومدم توی این ویدیو بهتون معرفیش کنم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه شما به چه مودی نیاز دارین؟ البته مود که نیست، پلاگینه. شما به پلاگین جی سیت نیاز دارین. حالا من توی اترنوس این ارور زهرماری هم هی داره میاد. توی اترنوس رو میدونم، توی اون یکی سرور رو نمیدونم. میایید و جی سیت رو سرچ میکنید تو داخل بخش پلاگینز و منتظر میشید که بیاد. خب بچه ها این الان اومد برای من. شما اینجا 3 تا پلاگین هست. شما میایید جی سیت، مدرن سیت، نمیدونم چی رو نصب میکنید، سیتز فکر کنم اینجا نوشته، و اینو دانلود میکنید. و بچه این پلاگین برای ورژن 1.16 تا 1.21.8 هستش و بیاید توی ورژن این پلاگین آخرین ورژن رو انتخاب کنید که برای من 2.4.3. شاید شما مثلا بعداً ببینید این ویدیو رو. و البته برای اینکه بخش پلاگینز بیاد باید بیاید داخل سافت‌ویر رو اسپیگات باکت و باکیت نمیدونم چیه، اینو دانلود کنید، بعد بیاید داخل پلاگین، چون همینطوری براتون نمیاره. بعد اینکه شما میایید و اینو دانلود میکنید، میایید داخل سرورتون و الان من داخل سرورم، میایید و مینویسید جی سیت، البته اسلش جی سیت، میبینید که به همین سادگی نشست. هر جایی که بنویسید میشینه. و حالا به جز نشستن چیزای دیگه هم داره، مثلا جیلی دراز میکشه. اسکینم چرا عوض شد آجی؟ الان الکسه. الان دوباره الکسه. همینجا باگه. اینجا بارم دراز میکشم، نه باگ بود. و یا مثلا جی کراول داره که اینطوری میشینه. حالا انگار دارین شنا میکنین. و بچه رسیدیم به بخش پایانی این ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید و امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و توی کامنت هم بگید چه چیزایی میخواین، دوباره اینطوری پلاگین و ماد و اینو چیا میخواین. و لایک و ساب هم فراموش نشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا گود بای.